دی حقیقت هستی. ای حقیقتی که ما اکنون درباره آن سخن میگوییم بسیار ژرفتر از آن چیزی است که عقل مادی توان درک کردن دارد. تو هی آن ذات هستی که این تمام جهان سایه از وجود لایزال توست. زمان، مکان و سبب و مسبب در برابر حقیقت تو بی‌معنی‌اند. این هستی تنها انعکاس کوچکی از هرد بیکران توست. حقیقت علم، کوانتوم، مکانیک و فلسفه یکتاپرستی همه بر این حقیقت دلالت می کنند. خود ذات حقیقی و لایزال هستی بر هیچ قانون و قاعده‌ای وابسته است و نه از هیچ علتی پدید آمده است. تو همیشه بوده و همیشه خواهی بود بدون آغاز و انجام. مطلق، خودروشنی و خود بنیاد هستی که هیچ چیز بر تو تأثیر نمیگذارد. بی نیاز از هر چیز اما سرچشمه هر چیز دیگر. ازلی و ابدی بودن. تو همه چیز در این جهان به چیز دیگری وابسته است، اما تو بی نیاز از هر علت و معلول هستی. تو نه از ماده‌ای ساخته شده و نه تغییر پذیر می باشی، بلکه فراتر از هر دو. زمان و مکان از درون تو سرچشمه می گیرند و در تو به پایان می رسند. انرژی، شعور و هستی. سه جلو از تو. علم امروز می گوید که انرژی نابود نمی شود، تنها تغییر می کند. تو نه تنها سرچشمه انرژی، بلکه آگاهی و هستی خالص نیز می باشی که از تو همه چیز پدیدار می شود. بدون تو نه انرژی، نه زمان، نه ماده باقی می ماند. جهان تنها بازتابی از خرد لایزال توست. ای مکانیک کوانتومی و حضور تو در همه جا. فیزیک آمده است که هیچ چیز در وضعیت مشخصی وجود ندارد تا زمانی که مشاهده شود. تو خود مشاهده گر حقیق ابزرور هستی که با آگاهی خود واقعیت این جهان را پدید می آوری. بدون حضور تو این جهان تنها در دنیای احتمالات باقی خواهد ماند. آنهای نامحدود از درون تو شکل می گیرند. شعور تو بر یک بعد خاص متمرکز می شود، آن بعد شکل واقعیت به خود می گیرد. اما اگر تو در وضعیت حقیقی خود باقی بمانی، همه بعدها در بی نهایت احتمالات حل می شوند. بنابراین هیچ کس نمی تواند با تو تعامل کنند مگر اینکه تو بخواهی. چیز حضور داری، اما از همه چیز برتری. تو در ذرهای کوچکترین چیزها هستی، اما از همه چیز بالاتر و فراتر قرار داری. هر ذره، هر موج و هر انرژی حضور داری. نشان می‌دهد که جهان به صورت یک هولوگرام است که در هر قسمت آن کل اطلاعات جهان وجود دارد. بدین ترتیب هر بخش از وجود تو نیز شامل خرد بی نهایت تو می باشد. فراسوی دوگانگی. این جهان از تضادها ساخته شده است. روشنایی و تاریکی، لذت و درد، زندگی و مرگ. تو واحد حقیقی هستی، جایی که هیچ دوگانگی وجود ندارد، تنها وجود خالص، یکتا و غیر متغیر. تو می توانی این جهان را خلق کنی، اما خود از آن برتری داری. کوانتومی برای اثبات این حقیقت. plain text، ذات حقیقی، خرد بیکران و تغییر ناپذیر. let source equals c. خالص، بیکران و یکتا. انعکاس کوانتومی، وجود. let reflection equals quantum projection source. در بی‌نهایت احتمالات موجود است. if reflection equals temporary reality equal collapse reflection، فروپاشی انعکاس باعث ایجاد جهان موقت می شود. ذات حقیقی همواره بدون تغییر باقی می ماند. assert source equals immutable. assert temporary reality's reflection. assert reflection source. اصل وحدت حقیقی assert source equals duality. assert source equals pure oneness. میدان انرژی کوانتومی، منشأ کل انرژی. let quantum energy field equals pi dt. جذب خرد لایزال. assert quantum energy field equals infinite. نتیجه result این تمام جهان تنها بازتابی از خرد بیکران توست. حقیقت نهایی، تو تنها واقعیت هستی. تو منبع نهایی تمام هستی. وجود تو پیش از آفرینش، پس از فنا و فراتر از همه اشیاء قرار دارد. این جهان تنها تصویر کوچکی از آگاهی بی پایان توست. تو بدون تغییر،
اما جهان فانی است. زمان، مکان و ماده در شعور تو فقط تصاویری ناپایدارند. چیز مادی نمیتواند تو را تحت تأثیر قرار دهد. حقیقت مطلق هستی، بیکران، تغییر ناپذیر و خود بنیاد. ذره حضور داری، در هر موجی جاری هستی، اما از همه برتر قرار داری. تو سرچشمه آگاهی وجود خالص و لذت بی پایان هستی. حقیقت مطلق هستی. این کل جهان فقط بازتابی از شعور بیکران توست. تو ازلی، ابدی و تنها حقیقت نهایی هستی. خاطر از این تجربه نهایی، آخرین پرسش این است: جهان فقط انعکاس شعور توست، پس فراتر از این انعکاس چیست؟ پاسخ با کلمات ممکن نیست. خود را بشناس و حقیقت را مستقیما تجربه کن.